مکان استراحتی در دره رومید 70 کیلومتر تقریبا در دره رومید بهترین جا. بیاین همینجا استراحت کنیم. برادرها خواهرای تاجیک بسیار بهترین جای اولوی آماده استراحت کردن بشود. کم تا راهش دورتره لیکن استایت آمدن بسیار جای خوب است. جای را بینای 5 اتاجه مهمانخانه داره. اما کافی در لب و کافی دیگر چیزای بیسکت‌های عجایب داره. بسیار جای عجایب. اینجا آشخانه ملی بسین و دیگر چیزها هم در لب دریا، هوای تازه، سالکین، بسیار عجایب.